تا حالا به این فکر کردین که وقتی دکمه ارسال رو میزنید پیامتون واقعا به کجا میره؟ ما هر روز از این اپ‌های پیام رسان استفاده میکنیم. دیگه انگار شدن بخشی از وجودمون. اما در ازای این راحتی و اتصال به ظاهر رایگان، ما ناخواسته چه قراردادی رو امضا میکنیم؟ بیایید با همین هزینه پنهان رو کشف کنیم. ما هر روز میلیاردها پیام رد و بدل میکنیم. از یه سلام ساده گرفته تا خصوصی ترین حرفامون. ولی این سادگی که میبینیم فقط ظاهر ماجراست. پشت این صفحه نمایش یه نبرد تمامیار بر سر داده‌های ما، حریم خصوصیمون و حتی شکل آینده اینترنت در جریانه. توی این بررسی ما عمیق‌تر به ماجرا نگاه می‌کنیم و مدل‌های کسب و کار و فلسفه‌هایی که پشت این اپ‌ها قایم شدن رو میشکافیم. اما قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو این دنیای پیچیده، بیاید یه قدم به عقب برگردیم. اصلا یادمون بیاد این اپ‌ها چرا اینقدر مهم شدن. برای اینکه دنیای امروز رو بفهمیم، باید دنیای دیروز رو به خاطر بیاریم، دنیایی که این اپ‌ها برای همیشه تغییرش دادن. یادتون میاد اون روزا رو که منتظر لود شدن یه ایمیل میموندیم یا برای یه کار ساده مجبور بودیم زنگ بزنیم؟ پیام رسانه‌ها اومدن و همه چیز رو زیر و رو کردن. ارتباطات دیگه یه فرایند کند و رسمی نبود، تبدیل شد به یه گفتگوی زنده، فوری و بی‌نهایت راحت‌تر. انگار که همیشه و همه جا در کنار هم بودیم. و خب مزایا هم که مشخص بود، اصلا انکار نشدنی بود. ارتباطات سریعتر شد، از شر اون هم ایمیل‌های بی‌پاژون راحت شدیم و کار تیمی چه تو شرکت و چه تو زندگی شخصی یه تکون اساسی خورد. این اپ‌ها روش ارتباط ما با همدیگه رو از نو تعریف کردن و شدن ستون فقرات دنیای مدرن. فقط به این اعداد یه نگاه بندازین. این ارقام خودشون داستان رو تعریف میکنن. میلیاردها نفر از ما این پلتفرم‌ها رو با آغوش باز قبول کردیم. این فقط یه تغییر تکنولوژیک ساده نبود، یه انقلاب اجتماعی بود. انقلابی که باعث شد چند تا شرکت خاص تبدیل بشن به قدرتمندترین شبکه‌های ارتباطی روی کل سیاره زمین. اما یه جای کار میلنگه، نه؟ تمام این راحتی، تمام این قدرت کاملا رایگان در اختیار ما قرار گرفت و همین کلمه رایگان ما رو میرسونه به قلب ماجرا، به اون نقطه عطف اصلی، مدل کسب و کار واقعی این غول‌های دیجیتال. سال 2004 فیسبوک کاری کرد که کل دنیای تکنولوژی رو تو شوک فرو برد. اونها واتساپ رو خریدن به قیمت سرسام‌آور 19 میلیارد دلار. برای اینکه عظمت این عدد دستتون بیاد، یادتون باشه که واتساپ اون موقع فقط و فقط 55 تا کارمند داشت. این معامله خیلی عجیب بود، چون بنیانگذارهای واتساپ یعنی جان کوم و برایان اکتون به شدت ضد تبلیغات و طرفدار حریم خصوصی بودن. یعنی دقیقاً نقطه مقابل فیسبوک که کل بیزنسش روی داده‌های کاربراش میچرخه. پس سوال این بود که فیسبوک واقعاً داشت چی رو می‌خرید؟ فلسفه اونها خیلی شفاف و ساده بود. یه ارتباط پاک و خصوصی، همین. اونها می‌خواستن یه سرویس مفید بسازن، نه یه شبکه تبلیغاتی. همین تعهد خالص به حریم خصوصی بود که خریدشون توسط فیسبوک رو اینقدر عجیب و پر از سوال می‌کرد. ولی خب این ازدواج رویایی دوام نیاورد. بعد از چند سال درگیری داخلی سر نقشه‌های فیسبوک برای پول درآوردن از داده‌های کاربرا، برایان اکتون از شرکت جدا شد و این جمله تکان دهنده رو گفت. جمله‌ای که مثل بمب صدا کرد. این خرید یه نقطه عطف تاریخی بود. این فقط خرید یه اپلیکیشن نبود. خرید داده‌ها بود. خرید آینده ارتباطات بود. و همین معامله زمینه‌ساز دوراهی شد که امروز همه ما باهاش روبرو هستیم. انتخاب بین راحتی و حریم خصوصی. خب این دعوای فلسفی بین پول و حریم خصوصی امروز تو دنیای واقعی ما چه شکلیه؟ امروز دیگه انتخاب یه پیام رسان فقط انتخاب چند تا ویژگی و شکلک نیست. انتخاب بین جهانبینی‌های کاملا متفاوته. وقتی به این سه تا اپ بزرگ نگاه می‌کنیم، یه طیف خیلی واضح از اولویت‌ها رو می‌بینیم. یه طرف واتساپ رو داریم که هدفش اینه که همه بتونن به راحتی ازش استفاده کنن. طرف دیگه سیگنال رو داریم که همه چیزش فدای حریم خصوصی شده. و اون وسط هم ویچت هست که اصلاً یه داستان کاملا متفاوته. ویچت یه نمونه کامل از مدل ابر اپلیکیشنه. یعنی پیام رسانی توش فقط نوک کوه یخه. این اپ در واقع دروازه ورود به یه زندگی دیجیتال کامله. از پرداخت پول و خرید کردن گرفته تا کارهای دولتی و بازی. یه دنیای کامل که توی یه اپ جا شده. حالا برسیم به بحث امنیت. خیلی از اپ‌ها دوست دارن بگن که امن هستن، ولی این کلمه واقعا یعنی چی؟
اینکه امنیت چطوری توی یه اپ پیاده سازی شده خیلی چیزها رو در مورد فلسفه و اولویت‌های اون شرکت لو میده. استاندارد طلایی برای پیامرسانی امن چیزی به اسم رمزنگاری سرتاسری یا end-to-end encryption. یعنی چی؟ یعنی فقط شما و اون کسی که دارید باهاش چت میکنید میتونید پیام‌ها رو بخونید. هیچ کس دیگه‌ای، حتی خود اون شرکتی که اپ رو ساخته، نمیتونه به محتوای پیام‌ها دسترسی داشته باشه. اما نکته مهم اینه که همه رمزنگاری‌ها مثل هم نیستن. تفاوت اصلی اینجاست. آیا این امنیت به طور پیش‌فرض برای همه فعاله یا نه؟ بعضی اپ‌ها مثل تلگرام این رو به عنوان یه گزینه اختیاری گذاشتن که باید خودتون برید و فعالش کنید. ولی اپ‌های دیگه مثل سیگنال و واتساپ این رو برای همه چت‌ها به طور خودکار فعال کردن. این یه تفاوت فلسفیه. حریم خصوصی باید یه حق پیش‌فرض باشه یا یه ویژگی آپشنال. سیگنال این فلسفه رو یه قدم جلوتر برده. کل سیستم این اپ بر اساس یه اصل ساده طراحی شده، جمع‌آوری حداقل داده ممکن. یعنی فقط و فقط اطلاعاتی رو جمع میکنه که برای کار کردن سرویس کاملا ضروریه و نه 1 بایت بیشتر. و این هم اثباتش در دنیای واقعی. وقتی FBI با یه حکم قانونی از سیگنال اطلاعات یه کاربر رو خواست، این تمام چیزی بود که سیگنال تونست بهشون بده. چرا؟ چون این تمام اطلاعاتی بود که از اون کاربر داشت. شما نمیتونید چیزی رو تحویل بدید که اصلا از اول ذخیره‌اش نکردید. البته این تعهد سفت و سخت به حریم خصوصی یه هزینه‌ای هم داره، راحتی کمتر. مثلا گرفتن بکاپ تو سیگنال یکم پیچیده‌تر از اون بکاپ‌های ساده ابریه. این یه جور استحکاک عمدی تو تجربه کاربریه. این طراحی به این دلیله که تضمین بشه تاریخچه چت شما فقط و فقط دست خودتون باقی میمونه و هیچ جای دیگه‌ای ذخیره نمیشه. خب با همه این حرفا ماجرا به شما میرسه. به عنوان کاربر شما یک انتخاب دارید و این انتخاب چیزی فراتر از انتخاب یه اپ با آیکون قشنگتره. این یه تصمیم آگاهانه در مورد اولویت‌های شماست. ببینید در نهایت هیچ اپ پیامرسان بی‌نقصی وجود نداره. همه چیز یه جور بدهبستانه. شما باید تصمیم بگیرید چی براتون مهمتره. راحتی و شبکه کاربری غول‌پیکر واتساپ، اکوسیستم همه‌کاره ویچت یا حریم خصوصی بیچون و چرای سیگنال. هر کدوم یه چیزی به شما میدن و در مقابل یه چیزی رو از شما میگیرن. هر پیامی که میفرستید در واقع یه رأی به نفع اون دنیای دیجیتالیه که میخواید توش زندگی کنید. دنیایی که توش راحتی پادشاهه یا دنیایی که توش حریم خصوصی یه حق بنیادینه. پس انتخاب شما کدومه؟